من که میام صبح اول کار که میکنم خمیر جور میکنم، بعد باز نان جور میکنم دیگه به خدمت مردم شهر کرو. اوکی. دیگه بغیر نان دیگه چی مسئولا جور میکنه؟ ما اینجی بولانی داریم، لحمه داریم دیگه. با امید خدا امیر روزا کوشش میکنیم که به حساب بعد چیزای جدیدتری هم بیاریم، مثل پیده و دیگه چیزای هم هست که قرار بیاریم. اوکی. از کار خود راضی هستی؟ الحمدلله. اوکی. همین که مردم از ما راضی هم و به حساب از ما استقبال میکنم. جهان سپاس. اوکی. برای جوانایی که مثل ما کار شروع کردن، برای ما چی توصیه دارین؟ چی فکر میکنین که برای ما درد ما میخوره؟ چی توصیه؟ در قدم اول که هر جوانی باید درس و تحصیل بکنه. در قدم دیوم هم یک اسپلدونگی که برای آینده و یک شغل هنر داشته باشه دیگه. همین و موفقیت و رضای همه جوانان دارم. سلامت باشین. تشکر یک جان. خداحافظ.